بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده نصر عبده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان ارجمند، ما قرار داریم در سلسله برنامه های شناخت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و موضوع امروزه ما درباره یکی از صفتهای پیامبر گرامی که مهربانی و رفقت و شفقت است خواهد بود. شاهد اول ما که قرآن عظیم و شان بیان می دارد درباره این صفت پیامبر گرامی، الله مهربان در سوره انبیاء می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و ای محمد صلی الله علیه و سلم، ما تو را نفرستادیم مگر رحمت بر عالمیان. دوستان گرامی قدر، اینجا الله مهربان پیامبر گرامی را، رحمت و مهربانیش را برای همه عالم بیان می دارد و شک و شبهه نیست که پیامبر خدا شفقت و مهربان بودن برای مؤمنان هستند. و اما درباره کسانی که به پیامبر ایمان نیاورده اند، علما و مفسرین نظرها دارند. در تفسیر ابن جوزی دو نقطه را ذکر میکند که رحمت و مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم شامل مسلمان هاست و هم شامل کافران. اینجا این نقطه ها، یک این است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرستاده شدند و از کافران هم طلب است که آنها به اسلام بگروند، یعنی ایمان بیاورند و به آنها رحم کرده شود و از این رحمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهره مند شوند. اما خود آنها که به این نگرویدند و از این رحمت یعنی بی نصیب ماندند. نقطه دیگر این است که هم مؤمنان و هم کافران در این شاملند. بعد از فرستاده شدن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، آن عذاب‌هایی که عمومی می آمد برداشته شد که در پیامبران پیشین دیده می شد. مثلا در قوم حضرت نوح علیه السلام که زیر آب ماندند و قوم حضرت لوط که سرنگون کرده شد. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با فرستادنش خداوند از مردمان این مصیبت عمومی را، این عذاب عمومی را برداشته کرد. در این میبینیم که هم مسلمانان شاملند و هم کافران از این مهربانی و رحمت پیامبر در اینجا شاملند که براشان عذاب عمومی نمی آید. و شاهد دیگری ما از صحابه گرامی حضرت ابوذر است که درباره رحمت و شفقت و مهربانی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان می دارد و حضرت ابوذر می فرماید که صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم لیلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. در این حدیث که امام احمد روایت میکند، حضرت ابوذر میگوید که یک شب تا صبح پیامبر گرامی خدا صلی الله علیه و سلم یک آیتی را در نماز میخواندند، رکوع میکردند، سجده میکردند و شب خود را تا صبح به این آیت به پایان رسانیدند. در این آیت کریمه از زبان حضرت عیسی علیه السلام گفته شده است که دعا کرد که بارا الها، اگر قوم مرا مولد عذاب قرار دهی، پس این قوم من بندگان تو اند، و اگر آنها را مولد آمرزش قرار دهی، پس تو ای بار الها عزیز و حکیم هستی. میگوید حضرت ابوذر که وقتا که صبح شد، از جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سر این عملی که شب انجام دادن پرسان شدم که چی سری دارد که از شب تا صبح این آیت را قرائت کردند. جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند که من از خداوند عزوجل شفاعت را طلب کردم، شفاعت امتم را که بر دست من داده شود، و خداوند عزوجل
مهربانی کرد و این شفاعت را بر دست من داد و شامل این شفاعت من ان شاء الله کسانی می شوند که به خدا ایمان دارند به روز قیامت، یعنی به پیامبر گرامی، و کسانی که به خداوند شریک آوردن آنها از این شفاعت بی نصیب میمانند. خلاصه کلام دوستان گرامی، ببینیم که چی در آیت و چی در این حدیث گوهربار از مهربانی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته می شود. و اینجا یک مژده بزرگ هم هست که ببینید که خداوند شفاعت را بر دست پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می دهد و پیامبر گرامی روز قیامت حامی و شفیع مؤمنان خواهد بود. و نقطه دیگر اینجاست که کسانی که با خدا شریک آوردند، کسانی که به اسلام نگرویدند، از شفاعت پیامبر خدا بی نصیب خواهند بود. این هم در این حدیث گوهربار میبینیم که شفقت و رحمت و مهربانی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تا اینجا بود که از شب تا صبح یک آیت را خواندند و به سوی خداوند دعا کردند و برای امتش شفاعت خواه شدند. حدیث دیگری که شاهد به مهربانی و شفقت و رحمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم است، حدیث مالک ابن حویرث است که میفرماید که من با یک رفیقم به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدم و 20 شبانه روز با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک جا بودیم و صفت میکند از حیات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که کان رحیما رفیقا. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را زیاد مهربان و رفیق خوب دریافتیم و وقتا که در سیمای ما نمایان شد که ما به اهل و عائله خود اشتیاق پیدا کردیم، یعنی پزمان اهل و عائله خود شدیم، و ما امر کرد که برگردیم و به خاندان خود رویم. و امر دیگری به ما این بود که گفت که وقتا شما برمیگردید ارجعوا فکونوا فیهم و علموهم، شما برگردید به سوی خاندان خود و اهل و عائله خود را تعلیم دهید و صلوا و به آنها نماز خوانید. وقتا که وقت نماز میرسد یکی از شما اذان گوید و یکی از بزرگتر شما در نماز پیش در آمده نماز خواند. دوستان گرامی قدر، این حدیث ها و این آیت کریمه همه شاهد از اینند که جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زیاد هم مهربان بودند، شفیق بودند و دعا کنیم که خداوند به شفاعت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم من و شما را نصیب گرداند و از این آیت ها و حدیث ها بهره مند شویم و در زندگی خود مهربان باشیم و دعاگو باشیم که خداوند ما را از جمله کسانی گرداند که سعادت دنیا و آخرت را در پیروی از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یافته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.